به نام آن که هرچه هست از نبوغ او میگوید. به نام خدا رضا هستم و اینجا مکاتروف است. خب عزیزان، امروز میخوایم ببینیم شبکه چیه و مفهوم شبکه در لغت و در دنیای کامپیوتر رو بررسی میکنیم. شبکه در لغت یه مفهوم ساده ای داره وقتی که شما بخواید گروهی از افراد و یا اشیا رو به هم متصل کنید و در نتیجه اونا بتونن ارتباط برقرار کنن. در این صورت ما میگیم که ما یه شبکه تشکیل دادیم. اما خب شبکه در دنیای کامپیوترها چیه؟ ببینید در دنیای کامپیوترها وقتی که ما بخوایم دو تا کامپیوتر والا یا تعداد بیشتری رو به هم وصل کنیم، متصل کنیم و این کامپیوترها بر اساس یه سری پروتکلایی که از قبل براشون تعریف شده بتونن با هم ارتباط برقرار کنن، این میشه یه شبکه. خب هدف از برقراری ارتباط بین دو تا کامپیوتر چی میتونه باشه؟ هدف اینه که این کامپیوتر بتونن منابعی که دارن رو با هم به اشتراک بذارن. این منابع میتونه داده، اپلیکیشن و یا همون اینترنتشون باشه. یا حتی یه دستگاه مثل پرینتر رو با هم به اشتراک بذارن. این شد مفهوم شبکه در دنیای کامپیوتر. موفق و مؤید و شاد باشید و فعلا خدا نگهدار.